پویش ملی دوتا یادت نره. روزی 2 بار مسواک، هر بار 2 دقیقه. حداقل 2 بار در روز، 1 بار صبحها بعد از بیدار شدن و 1 بار هم شبها قبل از خوابیدن مسواک بزنید. هر روز 1 لایه میکروبی روی دندانها ایجاد می شود که اگر مسواک نزنید دندانها را پوسیده می کند. وقتی نوشیدنی یا خوراکی شیرین می‌خورید، میکروب‌های داخل دهان این خوراکی‌های شیرین را مصرف می‌کنند و اسید می‌سازند. این اسید می‌تواند دندانها را سوراخ کند که به آن پوسیدگی دندان گفته می‌شود. پس همیشه چند نکته مهم را به خاطر بسپارید. اول اینکه مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های شیرین مثل شکلات، شیرینی، نوشابه، چیپس و پاستیل را کم کنید و به جای آنها میوه، شیر، پنیر، سبزیجات و آجیل بخورید. و دوم اینکه هر روز با استفاده از مسواک، خمیردندان و نخ دندان میکروب‌ها را به طور کامل از روی دندان‌ها حذف کنید.